چی؟ مگه میشه فقط با یه پلاستیک زباله یه دیزاین خیلی قشنگ درست کنیم؟ بریم درست کنیمش. اول یه دونه پلاستیک زباله میاریم، این سرشو که بسته است میبریم و بعدش بازش میکنیم. بازش کردیم پهنش میکنیم و یه مثلث درست میکنیم، اون بالای مثلث اضافه رو میبریم. بعد از برش یه تای دیگه میزنیم، یه تای دیگه دوباره رو تا، یه تای دیگه هم باز باید بزنیم. حالا این قسمت پایین رو اینجوری دایره‌ای میبریمش. بعد بریدن به موازای همینطوری تون تون میبریم. بعد از برش اینها رو باید یکی در میون بکنیم یا همون ببریم. حالا همچین چیزی به دست میاد. ما حالا اینو باز میکنیم تا ببینیم نتایج کارمون چیه. به به چه چیزی درست شد. 2 تام تازه درست شد. چقدر قشنگه. واقعا خودم به تنهایی انتظارشو نداشتم از کیسه زباله. اینم روی دیوار. چقدر قشنگ و دلنشین. دیزاین برای اتاق و یه جای خوشگل. چقدر قشنگ. لایک و ساب یادتون نره.